دوستان عزیز سلام. ما نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با مهمترین گزارش‌های ترانسفری از فوتبال تاجیکستان و جهان برایتان پیشکش می‌کنیم. سخنی نخستم البته که نقشه‌های بازاریکنی دسته قدرتمند از مرکزی ولایت سوغدند. به صف دسته از همه قدرتمندی خوجند سرمربی جدید الکساندر کریستینی نو پیوست که از آنجا یک اتوبوسی پر از بازیگران رفت. در قطار نفرانی رفتگی و از صف عقابانی کبود ارتیوم سیردیوک، پول کامالاف، سرگئی اسکانیان، اسدبек جورابекزода، شهبان نعیموف و خورشید تیمور جورایف می باشند. ولی داوید موتوری پیروز یافته در دوئل پولی بر روشنی کولا باشد قرار کرد که دیگر پای از آن سوی نقب شمال این طرف نگذارد. این هم در حالی است که سابق بازیگران عقابان پول کامالاف و سرگئی اسکانیان را وخش میتواند شامل تیم کند و در پیراهه قهرمانی مقابل استقلال و دیگران سینه سپر نماید. اویبک عبدالغفار و ساموئل افوری باشند با احتمالیت زیاد میتوانند نیمه دوم موسم را در صف برقچی گذرانند و این دسته برق تاجیک در ادامه میتواند از دل خود دسته های لیگ عالی خالهای درکاری را کشیدن گیرد. همچنین یکی از بازیگران دیگری که احتمالاً سر از نیمه دوم موسم پیراهن برقچی را بر تن چین کند مسرور قیام‌الدینوف است که در برابر برقچی همچنین پیشنهادات کاری از لیگ دوم کویتی و لیگ اساسی کشور مالتا را نیز در دست دارد. برابر کردن برقچی از روی امکانیت‌های پولی و مقام البته با این دو دسته آسیایی و اروپایی اندک به نظر خیره می نماید و ممکن که مسرور هم با بستن شرطنامه دارای معاش خوبتر با یکی از این تیم‌های گفتگی واقعا هم شاد و مسرور شود. در فوتبال بزرگ انگلیس ارسنال هم اخیراً در بازار بعد لیورپول جسارت پیدا نموده خریداری گران ارزش انجام داد. با زبان رقم ها میتوان گفت که ارسنال اوید امضا کنی شرطنامه با مارتین سوبیمندی از ریال سوسییداد بر عوض 66 میلیون یورو اعلان نمود. بازیگر 26 ساله اسپانی اخیراً دسته سان سباستیان را با ابردسته لندنی عوض نمود و دومین بازیگر در 2 سال گردید که از ریال سوسییداد به ارسنال می آید. سال 24 باشد دسته ارتتا از ریال سوسییداد میکل مرینا را بر عوض 32 میلیون یورو خریداری کرده بود و چطور میبینیم شماره همشهریان ارتتا در تیم لندنی به مراتب زیاد شدن میگیرد. یک کار دیگری شایسته توجه را در بازار انگلیسی بار دیگر هم برایتون انجام داد. دسته فابیان خورسلر دفاعگر منتخب بلژیم ماکسیم دکیپ را بر عوض 17.5 میلیون پوند خریداری کرد و با بازیگری نوش شرطنامه مهلتش تا سال 2030 امضا نمود. دفاعگر 24 ساله از بریوگه که موسم قبلی با آمار 3 گل و 5 پرتافت گلی در 37 بازی از خود سر و صداها بلند کرد. بعد 2-3 سال تجربه گیری در برایتون میتواند برای لیورپول و چلسی بر این دسته ها دفاعگری تیار شود. خریدارهای تابستانی تیم‌های انگلیسی هر ساله به درجه زیادند که زنبوروهای بعد بارانی را به یاد می‌آورند، زیرا در وطن فوتبال به قول مردم پول عموماً پرابلم نیست. از برای همین تیم‌های انگلیسی در بازار هرچی بیشتر بازیگر خرید کردن می‌گیرند. مثلا این نوبت باشگاه برندفورد بر عوض 17 میلیون پوند جمع 4.5 میلیون در شکل علاوه پولی ها نیم حمایتگر فینورد انتونی میلامبو را خریداری کرد. میلامبو نفر است که موسم قبلی در پلی آف لیگ چمپیون ها به خود میلان نشان داد که در فوتبال چگونه باید بازی نمود. همچنین کارنمایی‌های میلامبو باعث آن شد که دقت ها را به جانبش از جانب زنبوران انگلیسی جلب نمود و اکنون میتواند برای دسته برندفورد نفری دیگری معجزه آفر شود. سخن آخرین وابسته به ترانسفرهای مملکت بارانی آن است که نیوکاسل یونایتد با احساس خطر از رفتن احتمالی الکساندر ایساک در یکی از اساسی‌ترین بازیگران فارست را پیراهن زاغان پوشانید. این هم انتونی الانگ است که هنوز سال 23 ناتینگهام فارست از منچستر یونایتد بر عوض 16 میلیون یورو خریده بود و لکه نرخش به گفت مردم تا آسمان خست.
موسم قبلی چمپیونات انگلیا الانگای 23 ساله 6 گل و 11 ارسال گلی در 38 بازی داشت و چند ساعت پیشتر الکای بر عوض 64 میلیون یورو به صف نیوکاسل پیوست. این ترانسفر با یک گفته خط حمله تیم ادی خاو را قوی‌تر نموده اگر ایساک نرود نیوکاسل یونایتد موسم سونی میتواند به زینه‌های بالاتری برآید. اگر اطرافی بارسلونا یک لحظه گپ را کشاییم، اونجا دروازه‌بان سیگارکش چخوی وایسک شسنی شرطنامه را تا سال 2027 تمدید نمود. دروازه‌بان 35 ساله پولشگی بعد از آنکه موسم قبلی در صف تیم فلیک اولی گذرانید، اخیراً به مدت 2 سال دیگر در سیستم دسته لاپورتا میماند. برآمدی نظررسی در دسته نیلونوری ها تا درجه چشمرس بود که بارسا را حتی با دروازه‌بان محبوبشان تر اشتگن هم دشمن کرد. شنسنی نواسته از چنین سن سال خویش در میدان هنر را نشان داد که اکنون تیم لاپورتا مارک اندره را به کلی به بازار برآورده است. درباره مناسبت سرد و شدید میان دو آلمانی در بارسا باشد حتی سخن هم نکنیم می شود. یک موضوع دیگری قابل بررسی وقتی بازاریکنی بارسا آن است که بعد آوردن توانستن نیکو ویلیامز اکنون بارسا دوادوها از پس لوئیس دیاز را زیاد می کند، ولی گپ سر آن است که لوئیس دیاز خود میخواهد به صف باواریا همراه شود. نمیدانم تا کجا تیم فلیک در این راستا موفق شده میتواند یا نه، ولی جوره عمل الکای با اتلتیک شرطنامه مهلتش تا سال 35 امضا نموده اکنون نرخ او تا 75 میلیون یورو بالا شد. در این یکی اکنون چطور میدانیم در دسته باسکو با برادر میماند و به قول مخلصان بارسا او تیم فلیک را تا آخرین لحظه ها فریب کرد و بعداً سخت خیانت نمود. اینجا میتوان گفت که نسبت بارسا تنها برخی از لاتینو آمریکاییان محبت صمیمی دارند و به یگان دعوت و مشورت دوان به بارسلونا می آیند، ولی نیکوی از خون اروپایی شده هیچ برای بارسا و دوای آن را هم ندارد. در اسپانیا همچنین رایو والیکانو نوگانی دیگر کرد. این تیم با لوئیس فیلیپه شرطنامه امضا کرد و کار را البته بعد آن انجام داد که دفاعگر شرطنامه‌اش را با مارسل قطع نمود. اویدی گزارشی دفاعگر 28 ساله که پیشتر در صف تیم‌های چون لاتزیو و بتیس هم بازی کرده است، تیم نو اسپانیاش کلاً با اسلوب نو اعلان کرده است. در ایتالیا باشد دسته فابریگاس با نام کومو بر عوض 14 میلیون یورو با حمله‌ور 19 ساله از زد الکمار جیدن ادای شرطنامه مهلتش تا سال 2030 امضا نمود. بازیگر نیدرلندی دستپرور تیم از زد بوده از زمره آن بازیگران چکان است که در لیگ جوانان اویفا هم به پیروزی رسیده است. در کومو باشد چطور سال گذشته دیدیم فابریگاس با جوانان خوب کار کرده میتواند و ادای هم میتواند از زمره نفرانی شود که در آینده نزدیک بازارگذر و مورد توجه همگان قرار بگیرد. یک ترانسفر دیگری که در ایتالیا با اشتراک بازیگران جوان و برای آینده سازی انجام داده شد، این خریداری شدن آنست اخانار از جانب اتلانتا بر عوض 15.5 میلیون یورو می باشد. دفاعگر 17 ساله از جنوا به صف برگاماسکو پیوسته موسم قبلی سری آ در صف دسته از شهر گنویا همگی 6 بازی گذرانید و با همین کاری کرد که دسته شرکت کننده در لیگ چمپیونای اویفا او را به دست آورد. از صف میلان باشد چطور تخمین ها می رفت بهترین دفاعگر این تیم را بر عوض 25 میلیون یورو جواب دادند. میلان از رفتن تئو ارناندز به الهلال اینقدر پول کار کرد و اکنون می تواند سر از موسم نوین دقت ها را کلاً به سمت دیگر کند. بر عوض تئو باشد الکای ساموئل ریچو از ترینا آمد و ماکس الگری هم کاری نو را از موسم نوین با بازیگران نو شروع می کند. در خود چمپیونات سعودی هم باشد از دسته رونالدو حمله‌ور دیگری از جای کارش بکار شد. گپسری جان دوران می رود که بعد وینسان ابوبکر و اندرسون تالیسکا الکای سیمین حمله‌ور است که چهرهش به رونالدو خوش نامد و امکانیت خوبی پول کار کنی را با مدت‌های طولانی از دست داد.
دورانی کلمبیایی کلکه تا سن 21 سالگی چمپیونات‌های برای نفقه گذرانی را از آمریکا تا کشور عرب ها عبور کرد. اکنون به چمپیونات ترکیه می رود. او را دسته فنربخچه ژزه از النصر به اجاره 1 ساله گرفته. از این پس او به اروپا هم نزدیکتر می شود. تصور کنید نفری را که النصر هنوز زمستان امسال بر عوض 77.13 میلیون یورو خریداری کرد، بیگان دعوا و جنجال از دسته رها می کند. خلاص که اگر با رونالدو در النصر خوش نایی 8 گل در 13 بازی نه، بلکه از آسمان ستاره هم فراری دیگر برایت فایده ندارد و چیپته بازگشت به چمپیونات دیگر الکی برایت تیار است. بازیگر سابق PSG چون اگنت آزاد به صف الدوحیل قطری پیوست. این هم مارکو ویراتی است که دوام 2 سال در تیم دیگر قطری با نام العربی گذرانید و الکی در سن 32 سالگی به کلی شرایط‌های ساز و حجم پولگیری در ملک عربی عادت کرده است. موسم قبلی چمپیونات قطر تیم الدوحیل زینه دیوم گرفت و العربی باشد از 12 دسته به زور در زینه نهم خود را جای کرده توانست. در حالی که یک طایفه بازیگران ما سربلندانه به چمپیونات‌های بنگلادش و کامبوجا و مالایزیا سحری می‌روند و الکی بگاهی دوباره راه سمت وطن پیش می‌گیرند، بازیگری نوبتی منتخب ازبکستان در اروپا برآمد می‌کند. اینجا گپسری بازیگری پختکاری تاشکند محمد علی اوریمبویف می‌رود که ادامه مسند ورزشی در صف تیم بلژیوی آنتورپن می‌کند. این همان بازیگر است که تاریخ اجاره در تیم دوم برندفورد هم بازی می‌کرد و اکنون بهر رسیدن به تیم‌های بزرگتر اروپایی از یوپیلر لیگ شروع می‌کند. این هم معنای آن را دارد که رسیدن از چمپیونات بلژیا و دسته‌های ایتالیا و فرانسه البته نزدیکتر به آن است که طریق مالایزیا و اندونزیا در مدت 6 ماه فقط از روی فرضیه خود و خویشاوندان بهترین بازیگر جهان شوی. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.